سلام دوستای عزیزم، به ریتم آشپزی خیلی خوش اومدید. من امروز قصد دارم یکی از دسرهای بسیار سنتی ایرانی رو آموزش بدم، شیر برنج اصیل ایرانی. خب حالا بریم سراغ مواد اولیه. شیر 1.5 لیتر، برنج آش 1 فنجان سرخالی، شکر 1 لیوان، عرق شاه‌اسپرن 1 فنجان سرخالی، نمک به مقدار لازم. خب حالا میریم سراغ تهیه این دسر فوق‌العاده خوشمزه‌مون. من داخل یک قابلمه برنجی رو که با آب شستم رو اضافه میکنم. دقت داشته باشی که این برنج نیاز به خیس کردن از قبل نداره، همین که موقع استفاده با آب بشوریم کافیه. و بعد آب بهش اضافه میکنم و میذارم روی شعله غاز تا به جوش بیاد. خب بچه همونطور که تو تصویر میبینید آب به جوش اومده و ما در این حالت دما رو پایین میاریم و اجازه میدیم که برنجا با دمای پایین تری به مدت 2 الی 3 ساعت پخته بشن تا کامل نرم بشن. اونقدر نرم که دیگه دندونهای برنج مشخص نباشه داخل شیر برنجمون. یه نکته دیگه هم بچه‌ها، موقعی که شما برنج رو میذارین که بپزه، مسلما هی آبش کشیده میشه و شما نیاز هستش که بهش آب اضافه کنید. سعی کنید از آب جوش کاملا داغ استفاده بکنید. خب همونطور که توی تصویر میبینید بعد از گذشت چند ساعت برنجا کاملا نرم شده و زمان اون رسیده که ما شیرمون رو بهش اضافه بکنیم. ببینید ما 1.5 لیتر شیر داشتیم، 1 لیترش رو اضافه میکنیم و بقیه رو نگه میداریم که بعدا قراره بهش اضافه کنیم. دما رو هم بالا میبریم تا به جوش بیاد. ما اینا هم میزنیم و سعی کنید که هم زدن رو به طور متناوب ادامه بدید. خب تو این اثنا ما میریم سراغ درست کردن شهد این دسرمون. ما داخل یک قابلمه دیگه شکر ریختیم و آب بهش اضافه میکنیم. حدودا نصف لیوان کافیه برای این دسرمون. خب ما همچنین عرق شاه‌اسپرن داشتیم، ما بهش اضافه میکنیم. یه کوچولو در حد 2 قاشق غذاخوری کافیه و بعد میذاریم که به جوش بیاد. در همین حد که داره میجوشه کافیه. ما شعله رو خاموش میکنیم و اینو میذاریم کنار و حالا میریم سراغ شیر برنجمون. ما شیر برنج رو باید به صورت متناوب هم بزنیم، حداقل هر 1-2 دقیقه یه بار باید کاملا همش بزنیم به خاطر اینکه ته نگیره. خب الان وقتشه که ما عرق شاه‌اسپرن رو اضافه کنیم و بعد باقی مانده شیری که داشتیم رو هم به این ترکیب اضافه میکنیم. نیم لیتر از شیرمون مونده بود، اون رو هم الان به ترکیبمون اضافه میکنیم و اجازه میدیم که مواد دوباره به جوش بیاد و همراه هم دیگه پخته بشه. خب بچه توجه کنید، شیر برنج موقعی که دیگه به جوش میاد نباید دست ازش بکشیم، باید مدام همش بزنیم تا ته نگیره. خب بچه به این حد که رسید ما نمکش رو بهش اضافه میکنیم. نمک رو اضافه میکنیم و دیگه نیازی نیستش که زیاد بجوشه. در همین حد کافیه. ما شعله رو خاموش میکنیم و شما کیفیت شیر برنج رو از نزدیک ملاحظه میکنید. بسیار عالی شده، کاملا برنجا داخل شیر برنج حل شدن و حالا میریم برای سرو. دوستای عزیزم همینطور که ملاحظه میکنی شیر برنجمون رو من داخل ظرف سرو کشیدم و بعد اینکه خنک شد با خلال پسته، گل سرخ و همینطور پودر گردو تزیینش کردم. شیر برنج فوق‌العاده خوشمزه هستش، دونای برنج اصلا مشخص نیست توش و بسیار با کیفیته. دوستای عزیزم امیدوارم که این شیر برنج خوشمزه رو تهیه کنید، همراه خانواده‌تون ازش لذت ببرید. اگه از این برنامه خوشتون اومد لطفاً با لایک و سابسکرایب منو حمایت کنید. تا برنامه دیگه خدا نگهدارتون.